سلام، من حسین نعمتی هستم. امروز قرار با هم یکی از پایه‌های مهم طراحی رو یاد بگیریم. این ویدیو رو اصلا از دست نده. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم طراحی یعنی خط کشیدن روی یک کاغذ، اما حقیقت اینه که طراحی یعنی دیدن، خوب دیدن. اگه یاد بگیری چطور مثل یک طراح ببینی، همه چیز رو میتونی روی کاغذ طراحی کنی. پس بریم با هم از پایه شروع کنیم، روشی که در عمل به کار بیاد. قبل از هر چیزی یه توضیح درباره این طراحی بدم. توی 2 کلیپ قبلی حتما دیده بودید که یک تیکه‌ای از طراحی دیده میشد. به خودم اومدم و فهمیدم که اصلا توی کادر نیست، چه بهتر که بیاد پایین‌تر تو کادر باشه. و اینکه تصمیم دارم هر از چندگاهی پس زمینه طراحیمونو که الان متیو پری هستش، خدا بیامرز، عوض کنم و یه تنوعی بدم به ویدیوهامون. امیدوارم که خوشتون بیاد. متیو پری، روحت شاد. خیلی سریع بریم سرفصل مطالب رو با هم دیگه دوره کنیم. اصل 1 خط، اصل 2 شکل‌های پایه، اصل 3 حجم، اصل 4 نور و سایه، اصل 5 بافت و جنسیت، اصل 6 ترکیب بندی. توی این ویدیو قرار اطلاعات خیلی مهمی و توی طراحی بهتون بدم. شاید مسیر طراحیتون عوض بشه. با لایک و دنبال کردن و کامنت گذاشتن انرژی بده بهم برای تولید ویدیوهای بعدی. خط اولین ابزاریه که باهاش دنیا رو میتونیم روی کاغذ ترسیم کنیم. خط میتونه آرام باشه، پر انرژی باشه و حتی عصبی باشه. برای کنترل خط بهتره از کاغذ یا برگه های بلند استفاده کنید. بدون عجله و به آرامی شروع به خط کشیدن میکنید. اجازه بده دست از شانه شروع به حرکت کنه، نه فقط از مچ. هر روز فقط این کار رو 5 دقیقه انجام بده تا کنترل خطت چند برابر بشه. نقطه، خط و سطح. اصلی ترین عناصر طراحی نقطه تمرکز، خط جهت و سطح فضا هن. این 3 عنصر حتما توی همه طراحی هاتون یادتون بمونه. اصل 2 شکل پایه. شکل پایه یعنی چی؟ هر چیزی که توی دنیا میبینی از 3 شکل ساده تشکیل شده: دایره، مربع، مکعب. چشم میشه دایره، سر انسان بیضی، خانه مربع و مستطیل، درخت استوانه و مخروط، میز مربع یا مکعب. وقتی یاد بگیری اشیا رو ساده ببینی، اون وقت هر چیزی رو میتونی طراحی کنی. چند تا شیء ساده جلوت بذار، فقط طراحی کلی و سادهشون رو بکش بدون جزئیات. همین الان. اصل 3 حجم. حالا که شکل‌ها رو شناختیم، باید بتونیم اونا رو 3 بعدی بسازیم. یعنی چی؟ یعنی حجم. دایره به کره، مربع به مکعب، مثلث به مخروط. برای اینکه حجم واقعی دیده بشه، ما نیاز داریم نور رو درک کنیم. اصل 4 نور و سایه. تاریک‌ترین بخش‌ها، روشن‌ترین بخش‌ها، نیم سایه‌ها، همین 3 بخش ساده حجم رو واقعی میکنن. یه نور گوشی از یه جهت به یه شیئی بتابونید، سایه ها رو آروم و نرم ایجاد کنید، جهت نور رو فقط تغییر ندید. این تنها راز سایه زنیه: یک نور، یک جهت. اصل 5 بافت و جنسیت. جایی که هنر شما رو متمایز میکنه، قلم شما رو متمایز میکنه، مداد شما رو متمایز میکنه. اینجا جاییه که کنتراست حرف اول رو میزنه. اینجا جاییه که هنرمند هنر خودشو به معرض نمایش میذاره. سطح پوست با سطح فلز فرق داره. سطح چوب با سطح شیشه فرق داره. این تفاوت‌ها با نحوه پخش نور و سایه پدید میان. چوب خطهای جهت داره، پررنگ و کمرنگ کنار هم دیگه، حتی قطور و نازک کنار هم دیگه. پوست سایه های نرم، کمرنگ و ظریف با کنترل دست. فلز کنتراست شدید.
تیرگی یا روشنی به شدت بالا. این چند اصل رو رعایت کنی توی طراحی بافت و جنسیت مثال زدنی میشی و طراحی های تو رو از دیگران متمایز میکنه. اصل ششم ترکیب بندی. اینکه چی رو کجای صفحه قرار بدیم تأثیر مستقیمی روی نگاه بیننده داره، جلب توجه بیننده داره، تأثیر مستقیم روی حس اثر داره. قانون 1/3 ها شاید تا به الان نشنیده باشید، اما صفحه رو به 3 قسم تقسیم کنید. سوژه اصلی رو روی یکی از نقاط تقاطع قرار بدید. اثر متعادل و چشمگیر میشه. این یعنی چی؟ اگر نقطه سطح پایین صفحه قرار بگیره، اون اثر حجم و سنگینی رو نشون میده. متوجه شدی؟ حالا اون نقطه اگر نقطه وسط باشه تعادل رو نشون میده و اگر نقطه بالای تصویر باشه سبکی رو نشون میده، کم وزنی رو نشون میده. اینها خیلی تأثیر داره توی طراحی، حتما بهشون دقت کنید. تناسب و مقیاس. عناصر باید از نظر اندازه نسبت منطقی داشته باشن. بزرگ و کوچک نباید بدون دلیل باشن. یادت باشه طراحی بیشتر از این که دست باشه ذهنه، نگاهه. تو داری یاد میگیری دنیا رو جور دیگه ای نگاه کنی، متمایز از تمام انسان‌های عادی. تو یک هنرمندی و این خیلی ارزشمنده. امیدوارم از تهیه این ویدیو استفاده کامل رو برده باشی. لایک و کامنت فراموش نشه. اگر میخوای از ویدیوهای بعدی جا نمونی صفحه ما رو دنبال کن، انرژی مثبت رو بهمون بفرست. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. من حسین نعمتی، میبینمتون تو ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.